سرکار با تشبوسی پیری همه خانواده بیبی جان جگری ما که تشبوسی همه بودن که حاجی بیبی سلامت خان سخن کردن که باید در توی ما خیردین هنرنمایی کنن. زنده باش اوچه جان، بازم مبارک شود. بگذار در خانه ما همه خرسندی بالای خرسندی باشد. از جانب شما می شود که یک خش تبارک خوش آمدید کده یک دای پیرانه. السلام علیکم همه خش تبارک خوش آمدید. ما همه خیلی خرسندی ممکن گیره کنم. خیردین جان سیون بار حالی ما خانه ما آمده خش تبار شده گه. همه اکتان خوش آمده. همه دو نوجوان خوشی های زندگی رو میخواهم وقتش خوش باشه، در راه های زندگی راه سفید، بر راه های خوشبختیش بختی سفید، همیشه یک دیگر فهمی کنن، فرزنده سالم به دنیا بیارن، یک دیگر رو حرمت کنن، خانه ما پوری فرزند شود. آمین. الله اکبر. برای همه اوچه جان ما یک کرسک خرسانی شود. زنده باشه. یک چیرا قید کردنیم اکای قدردین جان، یک دکن نسی ما بیو اکای قدردین جان ما. همین برادر همتون نغز میشناسین. این هم کارتونی فرهنگ، چندین سال شید در فرهنگ هنرنمایی های تمامی همه خراسان به پیش برده ایستادگی. یک مرد بزرگ فرهنگی. اولا یک خوش آمدید گویم از جانب شما، از جانب قدردین جان تمام خوش تبارک خوش آمدید میگیم. من همین روز هم خرسندم که تو بس گفتنم، هم خرسندم هم فخر میکنم که توی زنگیری قدردین جان گذراندم. بعدی سال 2009 توی سنتی مهراب جان گذراندم. این روز خدا راضی شد که توی زنگیری مهراب جان گذرانده ایستادم. میخوام که در توی نبیرش خدمت کنیم. فقط ای خدا طلب داریم که همین خرسندی ما سر گرده. یک خرسکی بردوام برایم دوستی ما شود. زنده باشیم. بازم مبارک شود. در اینجا خاطری اوچه جانم، خاطری حاجی بیبی یک سرود مادر میخونیم. بعد برعکس بازی مرمت داماد از بجای خود نشینیم. سرودای ما پایاندازی شما. خوش آمده نور دیده تاج سر ای بندگان خدا.